هیچ بودجه دولتی برای جلوگیری از آلودگی هوا و پاکسازی هوا وجود نداره. هزینه جلوگیری از آلودگی هوا و داستان هوای پاک رو من و شما داریم میدیم. قانون هوای پاک مرداد ماه سال 96 ابلاغ شده. حالا ماده 6 این قانون چی میگه؟ خودروهاتون رو ببرید معاینه فنی و عوارض بپردازید. ما داریم هزینه میدیم که هوا پاک بشه. یعنی این پولی که داره داده میشه برای پاکی هوا میره به خزانه دولت. 20% برمیگرده به این موضوع که بازم معلوم نیست کجا میره. هم هوای آلوده رو داره دولت به ما تحمیل میکنه، هم پول پاکسازیشو داره از ما میگیره و هم اون پولو صرف این کار نمیکنه. آیا مطمئنیم که تمام آلودگی تهران به خاطر خودروه؟ پایش انجام شده؟ نمیدونیم. مساحت تهران 370 کیلومتر مربع. قرار هست طبق این قانون 15 متر مربع به هر نفر فضای سبز برسه دیگه. تقریبا میشه 1/5 فضای شهر تهران. اصلا شدنیه؟ این موضوع خیلی حاکمیتیه. تنها کاری که میتونیم بکنیم این که فشار بیاریم که سازمان‌های دولتی کارشون رو انجام بده.